یه خبر خوب برای همه فارسی زبانانی که توی اروپا زندگی میکنن، به خصوص تو کشور سوئد و یا اونایی که تازه تو این کشور اقامت گرفتن و یا میخوان از ایران یا افغانستان به کشور سوئد مهاجرت بکنن. پلتفرم سوئدیار از امروز شروع به کار کرده توی تیک تاک، اینستاگرام و یوتیوب. سوئدیار خدمات خیلی زیادی رو به شما مهاجرین فارسی زبانی که توی اروپا و سوئد زندگی میکنید ارائه میکنه. برای مثال بهت آموزش میده که چطوری از اینترنت، تیک تاک، اینستاگرام و یوتیوب کسب درآمد بکنی، اونم توی اروپا. بهت یاد میده که چطوری با استفاده از هوش مصنوعی هم تو زندگی روزمره توی اروپا تاثیر بذاری، هم بتونی برای خودت تولید محتوا بکنی و همچنین کارهای خیلی مهمی مثل نوشتن CV یا پرشولی برو رو باهاش انجام بدی که بتونی کارهای بهتری برای خودت پیدا بکنی. ما به صورت هفتگی اوت بیلدینگ ها و شغل هایی که توی کمون های بزرگ کشور سوئد مثل یوتوبوری، اوپسالا، استکهلم و مالمو وجود داره رو بهت معرفی میکنیم و نحوه ثبت نام توی این اوت بیلدینگ ها یا کارها رو تصویری بهت آموزش میدیم. در کنار همه این آموزش های خوب، ولاگ های روزانه براتون داریم از فروشگاه ها و مغازه هایی که توی سوئد حتما باید بدونید و در موردش اطلاعات کافی داشته باشید تا پول اضافی بابت خرید مایحتاج زندگی پرداخت نکنید. اگر میخوای این آموزش ها رو به صورت روزانه دریافت بکنی، همین الان پیج اینستاگرام منو فالو کن و توی کامنت ها بر من کلمه سوئد رو بفرست تا اطلاعات کامل عضو شدن توی این پلتفرم رو برات بفرستم.